مجددا سلام و صبح بخیر و تبریک سال نو. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که به وجود اومد. من مجددا مقدمه‌ام رو تکرار میکنم، هرچند که از روی اسلاید هام با هم دیگه مرور خواهیم کرد. برگردم به ابتدا. یه مرور خیلی سریع انجام بدیم روی بحث سنسورها و من اگر مطلبی احیانا جا افتاده لابلای مطالب خدمتتون توضیح بیشتر عرض میکنم. یک فهرستی تهیه کرده بودیم از کمیت‌های فیزیکی که البته بیش از اینها هم هستن و خدمتتون عرض کردم که ما سنسور رو بهتره به طور کلی یک دستگاه سه تکه ببینیم. بخشیش رو اسمش رو گذاشتیم مبدل، دیگه فارسیش رو بنویسم، اسمش رو گذاشتیم مبدل و این رو هم مدار واسط بنویسم، ترجمه اینترفیس. و چیزی که الان اینجا نمیبینیم ولی در ادامه کار و اسلایدهای دیگری که میبینیم همه جا خودش رو نشون میده، اینه که معمولا یک مکانیزم هم اضافه میشه. اینو این بالا بنویسم. منظورمون یک سازوکار مکانیکی که ممکنه به این ابتدا اضافه بشه یا ممکنه به انتها. بعد به کاربردش برسیم و اونجا شما بیشتر نقشش رو متوجه خواهید شد. چیزی که قبل از مبدل داریم همین کمیت‌های فیزیکی هستن، مثل فشار، مثل دما، مثل رطوبت و این فهرست رو میشه ادامه داد. پارامترهای فیزیکی بسیار متنوع. امیدواریم که مبدلمون فقط به یکی از اینها حساس باشه. اگر به دو یا بیشتر حساس باشه برای ما باعث گرفتاریه و ما باید مقدماتی رو فراهم بکنیم یا در این مکانیزممون یا در این مدار واسطمون. اینو فارسیشو بنویسم، سازوکار معادل فارسی مکانیزم، یا در اون سازوکار مکانیکیمون یک راهکاری رو پیدا بکنیم که حساسیت به دیگر پارامترها رو از بین ببره، یا در مدار واسطه. چیزی که در خروجی مبدل میگیریم معمولا، یا بگم جنس مبدلمون میتونه مقاومتی باشه، میتونه خازنی یا القایی باشه. در مورد سنسورهای نوری هم با هم یک کمی صحبت کردیم که عمدتاً مادون قرمز هستن. باز این لیست رو میشه هنوز یه چیزایی بهش اضافه کرد، فعلا بهش کاری نداریم. مثلا من هنوز تصویر رو اینجا نیاوردم. میتونه جنس مبدل ما تصویری باشه که البته دیگه کلیت این ساختار رو به هم میریزه، بنابراین اینجا بهش اشاره نمی‌کنم. این تغییر مقاومت رو به کمک اینترفیس اون، به کمک مدار واسط اون تبدیل می‌کنیم به یک سیگنال الکتریکی که در عمده موارد ولتاژ، موارد استثنایی هم وجود داره که به جریان الکتریکی تبدیل میشه. یعنی ارتباط کمیت فیزیکی رو ما با جریان بررسی میکنیم. این کلیت بحثی بود که با هم دیگه داشتیم. حالا اگر مرور سریع بکنیم، خاطرتون باشه یه مقدار توضیح دادیم که بعد اول کمیت فیزیکی رو درک کنیم، ببینیم مثلا مسافت با جابجایی چه فرقی داره، میتونه خطی باشه، میتونه زاویه‌ای باشه. و چند تا سنسور ساده رو مثل پتانسیومتر رو بررسی کردیم. بیام برسم به یه جایی که مکانیزم رو و این سازوکار رو فقط بخوام توضیح بدم. مثلا ببینید الان این بخش، این شناور، این خودش یک مکانیزمه، یک سازوکار مکانیکیه. من میخوام ارتفاع رو اندازه بگیرم و سنسور من یا مبدل من یک پتانسیومتره. من احتیاج دارم به یک همچین چیزی، به یک ساختاری احتیاج دارم که سطح مایع که جابجا میشه این به من کمک بکنه من بتونم از پتانسیومترم استفاده درست بکنم. پس اینو بگیریم سازوکار، این رو بگیریم مبدل و حالا یه جورای پتانسیومتر خودش اینترفیسش هم انگار داخلش هست.
و نهایتاً یک خروجی میگیریم. ما به شکل کامل شده این برمیگردیم یه چند تا اسلاید جلوتر. اونجا از شما میپرسم که اینو در ذهن داشته باشید، از شما میپرسم این چه مشکلی داشت که نیاز پیدا کردیم بریم سراغ سیستمی که مکانیزمش یک کمی پیچیده‌تره. پس این تصویر تو ذهنتون باشه لطفاً. سنسورهای دیگر رو بررسی کردیم مثل استرنگیج. الان خیلی وقتتون رو نگیرم برای اینکه تکرار بکنم. اونا مقاومتی بودن. سنسور اون میتونه ویژگیش خازنی باشه. در هر کدوم از این موارد هم ما فرمول‌هایی تو ذهنمون هست، از همون فرمول‌های ساده خیلی وقتا استفاده می‌کنیم. مثلا در مورد مقاومت می‌دونیم که مقاومت بستگی داره به چند تا پارامتر. منطقاً ما میتونیم با هر کدوم از این پارامترها بازی کنیم، یعنی سنسورمون جوری باشه که بگم مثلا تغییر مقاومت به کمک تغییر طول اتفاق میفته. حالا در استرنگیج مثلا به هر دوش با هم تغییر میکنه. میتونم در مورد ظرفیت خازن مثلا خاطرتون باشه اینا در حقیقت اون ضریب گذردهی هستن. میدونستم بعد یادم نیست چه پارامتری اینجا استفاده شد. حالا من فعلا AOD استفاده کردم. خازن من یک ضریب گذردهی داره. حالا تا حدی میشه اینجا دیدش. یک سطح داره و یک فاصله داره. هر چقدر این فاصله کم بشه شما باید تصمیم بگیرید که سنسور رو چجوری استفاده کنید. مکانیزمتون چی باشه؟ آیا مثل اینجا مثلا پلیت ها رو جابجا بکنید که A تغییر بکنه؟ آیا خود دی الکتریک رو میخواید تغییر بدید؟ ممکنه در ادامهش اینجا کتاب نیاورده، ممکنه در ادامه این جنس دی الکتریک دیگری باشه. با جابجایی این عملا شما اون ضریب اپسیلون رو تغییر دادید. یا اینکه میتونید ببینم تو شکل بعدی هست. آره مثلا مثل اینجا این پارامتر دی رو باش بازی کنید و تغییرش بدید. اینم پس تو ذهنمون باشه. در مورد القایی هم میشه مورد مشابه رو بررسی کرد. کاری بهش نداریم، سریعتر پیش بریم. سنسور LVDT رو خدمتتون معرفی کردم. الان دیگه لازم نیست جزئیاتش رو تکرار کنم، ولی کاربردهای متفاوتش رو میبینید. در حقیقت یک اهرمی داره که داخل یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه حرکت میکنه و باعث میشه که ما ولتاژی بگیریم. اینجا توجه بفرمایید، ولتاژی بگیریم متناسب با تغییر طول یا متناسب با جابجایی. یک نمونه سنسور نوری که در حقیقت بهش انکودر میگیم، اپتیکال انکودر میگیم، کمک میکنه که بتونیم سرعت زاویه‌ای رو یا میزان جابجایی زاویه‌ای رو حساب بکنیم. انواع مختلف داشت، با هم بررسی کردیم. به نظرم نزدیک به اینجا بودیم، نه کسی خاطرش هست؟ همین هول و هوش بودیم که دیگه کمی عجله‌ای شد و من صحبت‌ها رو تمام کردم. در مورد مجاورت یک کمی با هم دیگه صحبت کردیم. کاربردهایی هستن که ما نیاز به فاصله سنجی نداریم، ولی می‌خوایم ببینیم که آیا به شیء مورد نظرمون به اندازه کافی نزدیک شدیم یا نه، یا حتی بگم که آیا برخوردی صورت گرفته یا نه. اون از سنسورهای پراکسیمیتی استفاده میکنیم. فکر میکنم آخرین صحبتی که کردم این بود که اگر سیستممون نیوماتیکی باشه، اصطلاحاً با جریان هوا کلیت سیستم کار بکنه، بعضا ترجیح میدیم سنسورمون هم سنسور نیوماتیکی باشه. این یک نمونهش بود که با تغییر فشار به نسبت نزدیک شدن به یک شی ما میتونیم فاصله سنجی یا تشخیص مجاورت بدیم. از اون سنسور ساده تر لیمیت سویچ ها هستن که فکر میکنم همگی باهاش آشنایی دارید. احتمالاً یه ذره در موردش صحبت کردیم. به طور ساده یک اهرمی دارن. اینا انواع بسیار متنوعی داره، ولی اگر شما همین چند نوعش رو هم ببینید، یه اهرم داره که این اهرم رو یا حالا بگم میخوام از در حقیقت عمودی افقی استفاده کنم ولی زیاد درست نیست، بستگی داره شما سنسور رو چطوری گذاشته باشید. یا در راستای سنسور یه برخوردی اتفاق میفته که کلید شما اصطلاحاً پیستونیه، یعنی من اینجوری برخورد میکنم، کلید
فشرده میشه به سمت داخل، اگر قطع بوده وصل میشه، اگر وصل بوده قطع میشه. اینجوری تشخیص مجاورت میدیم. یا حالت اهرمی داره که اگر چیزی بهش برخورد بکنه این تغییر این جابجایی رو میتونیم اندازه‌گیری بکنیم. یه کمی این ساختاری که دارم خدمتتون توضیح میدم استهلاکش بالاست. مثال بزنم خدمتتون، فرض بکنید که من این سنسورم رو روی یک نوار نقاله گذاشتم و اشیایی که دارن از روی نوار نقاله رد میشن منتظرم که با این برخورد بکنم، من مثلا شمارش بکنم. حالا یه کاربرد سادهش میتونه این باشه. این تماس با نوار نقاله میتونه به مرور باعث فرسودگی بشه. اگر در جای صنعتی پیش اومده باشه، تجربه دارید، کار کرده باشید، یکی از گرفتاری‌های بخش تعمیر و نگهداری اینه که دائم باید برن و لیمیت سوئیچ‌ها رو چک بکنن، به خاطر اینکه دائم داره یک اتفاق مکانیکی درشون میفته و بعضا تعویض بکنن یا تعمیرش بکنن. این رولری که میبینید جا به جا اضافه شده، یکی از کاربردهاش اینه که این فرسودگی سنسور رو جلوشو بگیره. یعنی اگر به فرض جای تماسی وجود داره، به کمک رولر مثل یه چرخ ساده است من بتونم استهلاک سنسورمو کمتر بکنم. یکی از کاربرداش میتونه این باشه. البته کاربردهای دیگری هم داره که یعنی دلایل دیگری که رولر اضافه میکنیم هم وجود داره که الان وقتتون رو نمیگیرم. همینجا بذارید با هم دیگه یه گفتگویی هم بکنیم. یه مثالی بزنم. فرض بفرمایید یه سالن فرودگاه رو در نظر بگیرید. حالا تو این سالن فرودگاه اتفاقات مختلفی میفته. از در اتوماتیک ورودی سالن بگیرید تا همون نوار نقاله‌ای که گفتم ببنده. بفرمایید که شما از این کلید، مثلا از این سنسور مجاورت چجوری استفاده میکنید؟ اولا کاربردش چیه؟ مثلا در مورد همون در اتوماتیک که گفتم لیمیت سویچ لازم داریم. بیشتر از اون باز نشه. یعنی اصطلاحاً ایشون اند آف تراول رو دارن اندازه گیری میکنن که یه جور مجاورت در باز میشه به یک نقطه‌ای که میرسه، دو تا لیمیت سویچی که در اطراف هستن باز شدن در رو تشخیص میدن. اگر فرمانی دادیم و لیمیت سویچ رو کار نکرد، حالا با فرض اینکه سنسورامون دارن درست کار میکنن، به این نتیجه میرسیم که موتوری که مربوط به باز و بسته کردن دره احتمالاً درست کار نمیکنه. مثلا یه تشخیص عیب هم میشه. موقع بسته شدن هم کلید ممکنه لازم باشه. پیشنهاد میکنید یه کلید بذاریم که مطمئن بشیم در بسته شده. ضرر نداره. بله. عرض کنم که روی نوار نقاله به نظرتون کلیدی ممکنه لازم بشه. نوار نقاله منظورم همون تسمه‌ای که چمدونا مثلا میشه. نوار نقاله یعنی اون ابزار. اگر بذارم روی نوار نقاله هر چمدونی که رد شد یه برخورد با این داشته باشه، چی ایده خوبیه به نظر؟ یه بخشش اونه. بله، یه بخشش اینه که ممکنه حالا موقعیت اون چمدان اون شکل جوری باشه که برخورد اتفاق نیفته، رد شده ولی شما دیتکتش نکردید. اون وقت ممکنه لازم باشه مثلا کلیدهای متعدد بذارید. حالا صرفا برای اینکه فکر بکنیم بشه. من اگر بخوام تعداد افرادی که رد میشن از در ورودی بشمارم، پیشنهاد میکنید یه دونه از این کلیدا بذارم؟ اینجوری باید باشه که هر کسی که رد میشه یه برخوردی با کلید داشته باشه، این یه پالس بندازه. مثل گیت های مترو میشه. بله، مثل راهبند اصطلاحاً فروشگاهی میشه. از این چرخ هایی که میچرخه، هر یه آدمی که رد میشه این یه دور میچرخه. احسن. ولی تو فرودگاه کمی گرفتاری درست نمیکنه. اون حجم جمعیتی که دارن وارد میشن شما بخواید دونه دونه رد کنید. اون ایده بهتریه. بله، میخواستم به این نکته برسم که این الان از جنس سنسورهای تماسیه. خاطرتون باشه یه دسته‌بندی کانتکت نان کانتکت هم کردیم. این تماسیه. یه جاهای مهم نیست چمدون برخورد بکنه، چه می‌دونم رو نوار نقاله بذاریم برای در
تماسی خب ریلایبل تر هم هست، یعنی قابلیت اعتمادش بالاتره. ولی برای افراد، برای شما که مسافر هستید خوشایند نیست دیگه اونجا چیزی رو گذاشته باشن شما هر دفعه باهاش برخورد بکنید، استهلاکش هم میره بالا. راه حلش اینه که غیر تماسی باشه، همون سنسورهای اینفرارد. اینجا این دسته دوممون کاربردش بهتره. پس اینطوری میخوام یه ذهنیتی بهتون بدم که به عنوان طراح ببینید چقدر دستتون بازه، منتها شرایط محیطی رو باید لحاظ بکنید. ذکر خیرش شد، همین سنسورهای اینفرارد رو به شکل‌های مختلف میتونیم داشته باشیم. من نمودار این رو رسم کردم برای شما، توضیح دادم اصلا در این اسلاید، خاطرتون نیست پس احتمالاً توضیحی ندادم. اینو توضیح دادم پس دیگه الان وقتتون رو دوباره نمیگیرم. کلیت داستان اینه که ما یک فرستنده اینفرارد داریم و یک گیرنده، به شکل‌های مختلف استفاده میکنیم. باز اینجا اگر بحث تشخیص مجاورت باشه به همین شکل ساده میشه ازش استفاده کرد که صرفاً قطع و وصل شدن جریان نور برای ما یک تشخیص رو، یک اتفاقی رو تشخیص بده. اگر منظورمون فاصله سنجی باشه یک کمی کار پیچیده تر میشه. در این سازوکاری که میبینید من یک صفحه حساس به نور دارم، بسته به موقعیت تارگتم نور در موقعیت متفاوتی منعکس میشه. من به این شکل میتونم فاصله سنجی انجام بدم. احتمالا خدمتتون عرض کردم که رنج یا دامنه بسیار محدودی دارن، معمولا به 1 متر نمیرسه برای فاصله سنجی، به ندرت به 1 متر میرسه. اگر بخوام فاصله سنجی طولانی تری انجام بدم، حالا گفتم 1 متر، فرض کنید برم رو رنج 10 متر، 100 متر، حتی بعضا چند کیلومتر، هیچ راهی به ذهنتون میرسه همچنان بشه از ایده اینفرارد استفاده کرد؟ کمک میکنه چند تاش با هم دیگه. ببین من سنسورم اینجاست و این سنسور من یک فرستنده داره، یک گیرنده. مانع باید باشه تا این تشخیص بده. منتها این نور و این انعکاس دیگه بیشتر از 1 متر جواب نمیده. حالا چند تا رو بذاریم کمک میکنه به نظرتون؟ کمکی بفهم. احسن، بله. راه حلش کاملا اینه که ما این نور رو تبدیل بکنیم به لیزر. اون وقت دیگه بیشتر بهش رنج فایندر میگن، اگر شنیده باشید این کلمه رو. به اینام بعضا میگن البته، ولی درست‌ترشه که فکر میکنم به اون نوع دوم بگیم که نور اینفرارد به شکل به حالت لیزر تبدیل میشه. اون وقت میتونه برد خیلی زیادی تا بیشتر احتمالاً کاربردان نظامی است، تا 4-5 کیلومتر و شاید حتی بیشتر رو هم میتونه فاصله سنجی انجام بده. در مورد سنسور اثر حال هم احتمالاً باز یه توضیح خیلی مختصری خدمتتون دادم و همون قانون دست راست معروف که در حقیقت وقتی الکترون ها که دارن حرکت میکنن اگر در یک میدان الکتریکی، در یک میدان مغناطیسی قرار بگیرن، از مسیرشون منحرف میشن. از این پدیده استفاده شده در سنسورهای اثر حال و یک جور وسیله سنجش میدان مغناطیسی هستند. باز شما طراح باید تصمیم بگیرید که چجوری استفاده بکنید. ممکنه صرفا به عنوان یک سنسور مجاورت ازش استفاده کنید، سنسور اثر حال رو داشته باشید و مگنتی که روی دستگاه دیگری سوار شده. وقتی این دوتا به هم دیگه نزدیک میشن این مجاورت تشخیص داده میشه. در بعضی از کاربردها البته فاصله سنجی هم به کمک سنسور اثر حال انجام میشه که زیاد متداول نیست به خاطر اینکه دقتش بالا نیست و رفتارش بسیار غیر خطی. این دو مورد هم برای شما احتمالاً خیلی آشنا هستن. اون مورد اولش که صرفاً انکودر خدمتتون گفتم، کتاب منطقش این بوده که اول سنسورها رو معرفی کرده، بعد اومده یکی یکی گفته که حالا مثلا اگر دارید تشخیص سرعت میدید، ولاسیتی به معنی سرعتی که جهت حرکت هم جهتش هم برامون مهمه، یا اسپید یا ولاسیتی رو دارید اندازه گیری میکنید، اون وقت میتونید به کمک اپتیکال انکودر
تعداد پالس ها رو بشمارید و به این شکل مثلا تشخیص تعداد پالس ها در واحد زمان رو بشمارید و تشخیص سرعت انجام بدید. این رو هم در اون مثال اول ترمز ABS اون داشتیم اگر خاطرتون باشه که این چرخ دنده به چرخ متصل شده بود و با این مگنتی که اینجاست و این سیم پیچ با هر بار عبور یکی از این دنده ها از مقابل این سیم پیچ ما اون فرم خروجی ولتاژمون عوض میشه، یه حالت سینوسی داره و با شمردن پیک ها مثلا یا تبدیل اون سیگنال به پالس میتونیم پالس ها رو بشماریم و تشخیص سرعت. بیشتر میخوام ذهنتون رو ببرم به این سمت که در هر کدوم از اینا بتونید تفکیک بکنید که مبدل کجاست، مدار واسط چیه، مکانیزم چیه. الان خود این ساختار بالاخره یک مکانیزم مکانیکیه دیگه، یعنی همشون با هم دیگه یک سازوکاری رو ساختن که حالا این سیم پیچ یا این پدیده القایی بتونه اینجا کار بکنه. در مورد استرنگیج قبلا صحبت کردیم، به نظرم در مورد لود سل هم اشاره کردیم، بعید میدونم چیز جدیدی برای شما باشه. استرنگیج رو باید روی یک پایه‌ای بچسبونیم، یه دونه هم کافی نیست، معمولا یه حداقل 4 تا. ولی در کاربردهای صنعتی اصلا تعجب نکنید اگر به یک کاربردی رسیدید و دیدید به فرض 36 تا استرنگیج رو روی یک پایه فولادی مثلا چسبوندن. حالا میتونه هدف بالا بردن دقت باشه، میتونه تا یه حدی برطرف کردن اون پدیده هیسترزیس باشه. حالا بیا اون طراح باید ببینیم که دلیل استفاده از اون استرنگیج های متعدد چی بود. ولی خلاصه داستان اینه که فورسی اعمال میشه، مثلا جسمی روی این قرار گرفته، اون وزنش باعث میشه که نیرو وارد بشه، دفرمه میشه این شکل ما و این دفرمه شدن تبدیل میشه به یک تغییر مقاومتی که بعداً این مقاومت ها داخل یک پل وتسون قرار گرفتن و برای ما سیگنال الکتریکی تولید میکنن. این هم یک کاربرد از استرنگیج. یه احتمالاً در مورد فشار صحبتی نکردیم، درسته؟ این بخشش احتمالاً جدید، پس میتونیم یه ذره با جزئیات بیشتر اینجا با هم دیگه صحبت بکنیم. دیگه کتاب سنسور جدیدی معرفی نمیکنه، یا یه ذره حرفمو دقیق‌تر بخوام بگم دیگه مبدل جدیدی معرفی نمیکنه، فقط در کاربرد خاص خودش باید ببینیم سازوکار چیه و مدار واسط چیه. ممکنه اینا یه ذره عوض بشه. مثلا اینجا هدف اندازه‌گیری فشار بوده. حالا فرض کنید که فشار مایع مثلا یا فشار هوا، یه در مورد فشار هوا مثلا صحبت بکنیم. در این سازوکار از استرنگیج استفاده شده برای اینکه فشار هوا رو بشه اندازه‌گیری کرد. خب فشار هوا طبیعتاً میتونه به یک جسمی جسمی رو دفرمه بکنه. از این ویژگی استفاده شده. اینجا رو توجه بفرمایید. یک دیافراگم اینجا قرار گرفته و استرنگیج رو روی این چسبوندیم. حالا دیگه چون معلومات قبلی داریم میدونیم که احتمالاً تعداد استرنگیج ها بیشتر از یکیه، ولی کجا گذاشتن، با چه زاویه‌ای، دو تاشو رو گذاشتن، دو تاشو زیر، دیگه به اونا کار نداریم. کلی صحبت می‌کنیم. فشار هوا اگر زیاد بشه این دیافراگم از حالت نرمال خودش منحرف میشه و استرنگیج ما میتونه یک تغییر مقاومتی رو اندازه‌گیری بکنه. این یک سازوکار متفاوته که از LVDT استفاده شده. احتمالاً به دقت خیلی بالاتر نیاز بوده و ما مجبور شدیم که بریم سراغ این LVDT ها. یک تفاوتی منتها اینجا وجود داره. ما قبلا خاطرتون باشه LVDT رو معرفی کردیم برای به عنوان سنسور جابجایی. یعنی اینو فرض کنید سنسور منه و من اهرم این سنسور رو جابجا میکنم، متصل شده به یک دستگاهی. این اهرم جابجا میشه، این جابجایی داخل اون ترانسفورماتوری که بوده که این خودش قرار بوده هستش باشه باعث یه تغییر ولتاژ میشه. اینجا داستان متفاوته، یعنی داستان یه ذره برعکسه. یعنی قراره که یک فشاری از یه جایی وارد بشه و بعد این فشار تبدیل بشه به یک جابجایی. به خاطر این ذهنیته که این مکانیزمی که اینجا میبینید که بهش میگن بیلوز
اینجا اضافه شده. بیلوز در انگلیسی خود کلمش جالبه، اگر یه ذره به ادبیات انگلیسی علاقه‌مند باشید، ربطی به درسمون نداره البته. کسی شنیده احیانا کلمه بیلو ممکنه چه معنی؟ به معنی پایین نیست. بیلو ظاهرا صدای حیواناته، وقتی که مثلا فرض کنید که عصبانی هن یا یه صدای از حنجره حیوان خارج میشه، به این در انگلیسی قدیم میگفتن، یا نمیدونم شاید هم کلمه‌اش لاتین باشه، حتی بهش بیلو میگفتن. بعدن یه زمانی بعدش از این دمنده ها رو دیدید باد بزنه، اینجا شبیه یه باد بزنه اینجوری خلاص باز و بستش میکنن، فشار هوا تولید میکنن. این تبدیل شده به اون حالا احتمالاً صداشون چون شبیه اون بوده، همون کلمه بیلو استفاده کردن برای این وسیله. هم به این دمنده هم گفتن بیلو، به شکل مفرد استفاده نمیشه البته، به این شکل جمع بیلوز. توی فارسی ما بهش مکانیزم آکاردئونی میگیم. چیز ساده ایه، یعنی شما میتونید یک محفظه پلاستیکی رو در نظر بگیرید که این قابلیت اینه داره که جمع بشه باز بشه، مثلا این اسباب بازی بچه‌ها، مثلا این جغجغه‌هایی که دیگه الان امروزه البته اسباب بازی بچه‌ها نیست ولی بالاخره میتونه باز و بسته بشه. از این مکانیزم استفاده شده، عملا فشار هوا داخل این میشه، این بیلوز، این مکانیزم آکاردئونی بسته به میزان فشار هوا باز یا بسته میشه و این جابجاییه که حالا منتقل میشه به سنسور LVDT ما و اون تغییر ولتاژ رو باعث میشه. یه ذره فکر بکنید به هر دو مکانیزم، ببینید جایی براتون سوال پیش میاره. این که بعداً از اون ولتاژ چه استفاده میکنیم اوناش دیگه بحث دیگری هستش که ما باید یک ارتباطی برقرار بکنیم یا یک مدلی داشته باشیم برای اینکه ببینیم ارتباط میزان فشار با این تغییر ولتاژ چیه. اون تیکش الان فعلا مورد نظر ما نیست. از یک طرفش بسته است. چون اینجا رو می‌فرمایید؟ آره فکر کنید بسته است. منتها هوا دیگه از اینجا دیگه بیشتر عبور نمی‌کنه، هوا داخل این محفظه است و فشار اون هوا باعث باز و بسته شدن اون جداره میشه. خب یه قدم بریم جلوتر. باز فکر میکنم اشاره کرده بودیم قبلا در مورد مواد پیزو الکتریک که یه کمی میان توی این دسته، هرچند که بعضی جاها خودشون رو جدا کردن از تغییر مقاومت، چون واقعا تغییر مقاومت به اون معنی نیست. یعنی اگر خود پدیده فیزیکی رو مطالعه بکنیم اصلا بحث تغییر مقاومت اون ماده نیست. معمولا مواد یک شبکه‌های کریستالی دارن، مواد خاصی هستن که سرامیکی هن یا یک ساختار کریستالی خاصی دارن. شما اگر تحت فشار قرارشون بدید و اون کریستال دفرمه بشه، الکتریسیته تولید میکنه در خروجیش. یا برعکس اگر میخواید ببینید، اگر شما بهش الکتریسیته بدید باعث یک دفرمه شدن در اون کریستال ها ممکنه بشه. از این خاصیت استفاده شده و سنسورهای پیزو الکتریک رو ساختن. من یه کاربرد یه ذره نزدیک به ذهن‌تر رو خدمت شما بگم. یه سری دستکش هستن، دستکش‌های اسمشو بذاریم موشن کپچر، دستکش‌های ثبت حرکت. به فرض کنید بازیگرای سینما استفاده میکنن، کسایی که طراحی گیم انجام میدن، که شما بتونید حرکت پنجه دست رو داشته باشید، بعداً روی انیمیشن روش مثلا سوار بکنید. اون دستکش‌ها توی هر کدوم از این مسیر انگشتان یه سنسور پیزو الکتریک دارن. بسته به اینکه شما اینو چقدر انگشتتون رو خم و راست بکنید، با تغییر اون ساختار کریستالی یک ولتاژی تولید میشه که اون ولتاژ البته بسیار دامنش کوتاهه، کمه، در رنج میلی ولت یا بعضا مایکرو ولت. شما بعد اون وقت باید مثلا بافری داشته باشید ازش استفاده کنید، کار نداره. یه کاربردشه. اینجا کتاب یه کاربرد متفاوتی رو استفاده کرده. همونجوری که توجه میکنید یک جرم خیلی کوچیکی اینجاست، اسمش نوشته سزمیک ماس
سزمیک میشه لرزشی تقریبا، تو فارسی بخوایم ترجمهش بکنیم. یه جورایی میخوام بگم این کلیتش یک شتاب سنجه، یک دستگاهیه که این دستگاه بهش شتاب وارد میشه. وقتی شما به این مجموعه شتاب میدید، اون جرم کوچولو دچار لرزش میشه، به این معنی اسمش گذاشته سزمیک مس. از اسمش هم نترسید، همون چیزیه که شما تو درسای کنترلی به فنر متصل میکردید، این مسی که مینوشتید و این اسم درستش سزمیک مسه، یعنی حرکتش باعث لرزش میشه. و حالا در این کاربرد این لرزش رو مستقیما منتقل میکنه به یک ماده پیزوالکتریک. یعنی در انتهای داستان خروجی ولتاژ شما متناسب میشه به میزان شتابی که شما به این مجموعه دارید. یک سنسور شتاب سنج ساخته میشه. فکر نمی‌کنم توضیح دیگه اضافه. حالا اینجا یه چند تا نمونهش هم آورده، گفته از این خاصیت پیزوالکتریک میشه استفاده کرد. سنسور فشار ساخت، سنسور نیرو ساخت، نیروسنج ساخت، سنسور لرزش ساخت، ولی معمولا در کاربردهای استفاده میشه که به دقت خیلی بالا نیاز هست. یک نوع سنسور دیگه کتاب معرفی کرده. اینجا کتاب تلاشش اینه که به شما هی کاربرد معرفی بکنه و به شما بگه ببین ساختار یک چیزه، ولی من با یک کمی دستکاری کردن، احتمالاً در مکانیزم یا در اینجا مثلا یه ایده جذابی استفاده شده، یا در نحوه استفاده از اون مقاومت، به فرض در این مثال یک شکل اندازه‌گیری متفاوتی به شما میدن. این چیزی که اینجا میبینید رو بهش میگن فورس سنسیتیو رزیستور. ذاتش مقاومته. منتها مقاومت رو اگر دقت بفرمایید، مقاومت اینه، این اصل داستان این لایه است، یک مکانیزم لایه است. اگر خود سنسورش رو ببینید یه چیز کوچولو انقدیه، بعد شما اینو اگر تهیه بکنید، این قسمت بالاش که دایره‌ای ماننده، با انگشتتون فشار بهش بدید، میتونه میزان فشار انگشت شما رو مثلا اندازه‌گیری کنه مثلا. منتها داخل سازوکار این سنسور چیه؟ یک مقاومته که عدد مقاومتش هم معمولا بالاست. ببینید چه جوری ساخته شده، مثل دو تا شانه هستن که انگار داخل هم دیگه رفتن. اینطوری یک لایه‌ای اینجا هستش برای اینکه فاصله بندازه با لایه بالایی، و یک لایه دیگری که کانداکتیوه، نوشته کانداکتیو فیلم. مواد پلیمری هستن، احتمالاً پلیمرایی هستن که به فرض از کربن استفاده شده. پلیمر هست ولی مثل پلاستیک نارسانا نیست، اتفاقا رساناست. این لایه هم رو سر این سوار شده، حالا دو تا لایه پلاستیکی هم برای اینکه آسیبی به این بخش نخوره. اما مثالی که خدمتتون گفتم تصور بفرمایید، شما به بنده بگید ببینم چه اتفاقی میفته، همین مکانیزم که میگید من انگشتام بذارم یک کمی فشار بدم، به نظرتون چی میشه؟ نه پیزو نیست، مقاومته. این ورق رسانه رو هل میدیم میاد پایین، حالا از اینجا به بعدش رو بگید چه اتفاقی میفته. الان میتونید تصور کنید چه جوری الکم میشه. فرمایش دوستمون کاملا درسته، ولی شما فکر کنید ببینید به همین نتیجه ایشون میرسید. یعنی در حقیقت اینم مثل همون دیافراگمه یک کمی منحرف میشه و این انحرافش باعث میشه یه اتصال کوتاهی اینجا شکل بگیره. چی میشه که مقاومت کم میشه؟ الی کم نمیشه اینجا اتفاقا، اتصال کوتاه میشه. بله، یعنی بذارید ببینم میتونم این شکل یه ذره بهتر بکشم اینجا. بله، همونجوری که دوستان میفرمایند من نیرو وارد میکنم، مثلا اینجا یه اتصال کوتاهی به وجود میاد و اون وقت حالا اینا رو همه رو به شکل مقاومت تصور بکنید. خود اینا این داره مقاومت داره، انگار که چند تا مقاومت با هم دیگه موازی میشن و عدد مقاومتیشون کمتر میشه. فشار رو بیشتر بکنم چی میشه؟ اینجا این اتصال کوتاه بیشتر میشه. دیگه فشار رو بیارم به ماکسیموم برسونم،
عملا اون صفحه به طور کامل تماس پیدا میکنه و مقاومت دیگه نزدیک میشه به صفر. حالا صفر که نمیشه، یه عدد خیلی کمی که فقط برمیگرده به مقاومت این دوتا پایه، کلش اتصال کوتاه میشه. پس با یه ایده خلاقانه اینجا تغییر مقاومت اتفاق میفته، ولی دیگه مثل استرنگیج نیستش که دفرمه بشه، مثلا طولش کم بشه یا نمیدونم سطح مقطعش تغییر بکنه. یه چیزایی اتصالی میکنن با هم دیگه و مقاومت‌های موازی تولید میشه، عدد مقاومتی کم میشه. بعداً توضیحات رو بخونید، چیزی که اینجا نوشتم پلیمر اینا که خدمتتون توضیح دادم. ویژگیش اینه که خیلی ساده است و خیلی ارزان قیمته. کاربرد میتونید براش پیدا بکنید. مثلا شما بودید تو چه کاربردایی از این استفاده میکردید؟ آره، به قول شما دستگاه هایی که احتیاج دارن که شما مثلا یه انتخابی بکنید، این انتخاب رو میتونید و این تماس رو با این بله کاربرد خوبی. حالا مثلا تو دستگاه صنعتی که یه کمی بزرگتره محل کنترل یه ذره جاش کمه، ولی خب کاملا منطقیه که اونجا استفاده بشه. سوال داشتید؟ دیگه به حضورتون که عرض کنم در کاربردی که شما فرمودید به شکل یک کلید دارید ازش استفاده میکنید دقیقاً. منتها کلیدی که اتفاق مکانیکی داخلش نمیفته، چه مزیتی داره؟ استهلاکش کم داره. مثلا اگر می‌خواستیم همون کنترل ریموت تلویزیون که میو استهلاکش بالا چون واقعا کلیده، مثلا قطع و وصل میشه. برای دیوانس رو میفرمایید یه ذره کمتره، ولی احتمالاً یه بخشی ازش وجود داره، ولی خیلی کمتره. بله، چون واقعا اتفاق مکانیکی به اون معنی نمیفته، ولی خب بالاخره این یه صفحه است و یه دیافراگمه و احتمالاً طراحیش ممکنه خیلی خوب نباشه، بازم یه ذره اون لرزشه باشه. صفحه لمسی میخواید بگید ساختن. این لمسی به یک معنی نیست، به خاطر اینکه خب بالاخره یه ذره فشار نیازه، باید شما اینقدر فشاری وارد بکنید تا دیافراگم استفاده بشه. من خودم از این سنسورها استفاده کردم، مثلا در محیط بیمارستانی بوده و بیمارانی مراجعه میکردن که به دستشون بوتاکس تزریق میشده، مثلا لرزش داشتن و اینا و مجبور بودن برای اینکه اون لرزش رو از بین ببرن به انگشتانشون یا به دستشون بوتاکس تزریق بکنن. بوتاکس لرزش رو از کار میندازه، ولی خب از اون ور دست رو هم یکمی بی‌حس میکنه. بعد میخواستن اندازه بگیرن که ببینن این قبل و بعد از تزریق این انگشتان اصطلاحاً اون نیروشون چقدر تغییر کرده. بیمار قبل از تزریق یه صفحه خیلی ساده‌ای بود، انگشتاشو میذاشت یکی میگفتن حد اکثر میزان فشار رو وارد کن و بعد از تزریق هم دوباره اینو تکرار میکردن ببینن قبل و بعدش چقدر تفاوت داره. لمسی که شما میفرمایید باید یه ذره خازنی باشه که من حتی نزدیکم، چون واقعا تو لمس همچین لمس یعنی همین نزدیک میشه اتفاق میفته، یعنی همچین ویژگی لازم. ولی حرفتون رو فرمایشتون رو رد نمی‌کنم، چون تو محیط‌های صنعتی هم به همون چیزایی که دوستان گفتن به همون هم لمسی میگن، چون تو صنعت توقع دارن که کلید مثلا یه مقدار زیادی جابجا بشه، همین که شما یه اشاره هم می‌کنید به اونم میگن لمسی. بسیار از اینم به نظرم میتونیم عبور بکنیم. همچنان تو همین فضای فشار و فشار مایع و اینا هستیم. اینجا یه بحث متفاوتی کتاب مطرح کرده برای سنجش جریان مایع و بحثش یه کمی فنی‌تر از بحث‌های قبلی میشه، یه کمی دقت میکنه. یا پاکشون بکنیم. قبل از اینکه توضیح بدم بذارید از شما سوال بکنم. اگر در یک لوله یک مایع جریان داشته باشه، شما میزان جریان رو یا بگم مقدار حجمی که در واحد زمان عبور میکنه متر مکعب بر ثانیه، چجوری اندازه گیریش میکنید با معلومات قبلیتون؟ از داخل این داره یه مایع عبور میکنه، من میخوام اصطلاحاً این کیو رو اندازه گیری کنم.
به نسبت شار و سطح مق. هم حالا اینجوری بگیم شار رو چجوری اندازه بگیم. و سرعت رو چجوری اندازه بگیم. مایع داره داخل لوله عبور میکنه یا یه چیزی رو باید اندازه بگیریم. آفرین. سنسور رو کجا بذاریم؟ اون وقت اگر اون مایع مثلا خورنده باشه، اسید باشه، چه میدونم، شما یکم فکر بکنید ببینید دوستاتون چی میگن. یه افعال خوبی داشته باشه داخل اون بذارید واسه کاهش فشار میشه. یه ذره تاثیر میذاره. بله اینم یه نکته دوم. خب وارد داخلی نمون استرینگیج بزنید. چون اون نازوکه اثر چندانی فشار و توقع دارید که این مایع به نسبت فشارش به اون سنسور شما نیرو وارد کنه. اینجوری دارید. به نسبت فشارش یا میشه کار دیگه کرد. اگر مایع که آسیب زننده است میتونیم یه لوله نرم‌تر انتخاب بکنیم. بعد این استرینگیجمون بیرون نمیده هست. شما ذهنتون داره نزدیک میشه به ایده کتاب، ولی اجازه بدید همینجا فعلا نگهش داریم. فرمایشتون درست. شما می‌خواستید چیزی بگید؟ شما چیزی نمی‌خواستید. خب هر دو رو داشته باشیم. کمابیش هر دو صحبتاتون درسته، منتها باید دقیقاً ببینیم تو موقعیت واقعی چجوری میشه ازش استفاده کرد. اولا این تئوری کتاب بیاد با هم دیگه نگاه کوچیکی بکنیم. کتاب از بحث من اینجا نیاوردم دیگه روابطش رو، لطفاً خودتون یه نگاهی بکنید. از بحث اصطلاحاً اصل بقای انرژی استفاده کرد. بعد بریم تو مکانیک سیالات و اونجا ببینیم بحث رو از کجا شروع کرده. از بحث دقیقاً بقای انرژی استفاده میکنن و به یه همچین رابطه‌ای میرسن که فشار به اضافه 1/2 اشتباه ننویسم این ثابته برای مایات. این فشار این چگالیه و اینم سرعته. یک ترم دیگه هم بهش اضافه میشه که حالا ما بهش کار نداریم. یه جورایی چیزی که من و شما میتونیم از این بفهمیم اینه که وقتی مایع جایی تجمع کرده، اگر فشارش بره بالا یا بگم در یه لوله‌ای داره حرکت میکنه، فشار بره بالا مثلا سرعت کم میشه. اینا اینجوری میتونیم بفهمیمش. بعد کتاب اومده اینو تبدیل کرده به یک همچین رابطه. گفته بذارید مقدمش رو اول بگم بعد اینو بنویسم. گفته یکی از راه‌های صحیح و علمی سنجش فشار اینه که شما اصطلاحاً اینجا کلمه‌ش رو نیاورده، یک محدودیت به وجود بیاد. کلمه‌ش کانستریکشن. یعنی کانستریکشن تقریبا معادل محدودیته. منظور محدودیتیه که توی مسیر جریان ایجاد میشه. انگار که مثلا شما توی یه بزرگراه 5 لاین ماشینا دارن حرکت میکنن، بعد شما میخواید یه اندازه‌گیری انجام بدید، یه جا یه ایست بازرسی میذارید، همه اینا مجبور میشن که بیان برن توی یه مسیر باریکی دوباره حرکت کنن. این محدودیت به این معنی. پس ببینید من یه بخش اولیه میتونم برای خودم تعریف کنم و یک بخش ثانویه. منتها این اصل همیشه درسته. من اینو میتونم دوباره تکرار بکنم، بگم P1 به اضافه 1/2 رو که ثابته. V1 به توان 2 مال بخش اول و برای بخش دوم همون رو بنویسم، به یک تساوی میرسم. و بعدش کتاب گفته که حالا این Q رو میخوایم حساب بکنیم. Q میشه حجمی که در واحد زمان داره عبور میکنه. یه چند تا رابطه و یه ذره ساده سازی اینا. نهایتا چیزی که به درد من و شما میخوره این رابطه است. این رابطه در حقیقت رابطه فلو هست، جریان. ببینیم به چی بستگی داره. به این دوتا سطح بستگی داره.
سطح مقطع، حواستون باشه در مورد سطح مقطع داریم صحبت می‌کنیم. این لوله رو در نظر بگیرید، یه کات بزنیم، این ایه به سطح مقطع بستگی داره، اینجوری با این رابطه غیر خطی و به فشار دو طرف این لوله و چگالی. البته من فکر میکنم توی جزوه این از کتاب برداشتم، البته کتاب این اندیس 2 رو نذاشته. لطفاً اگر جزوه دم دستتون هست اینو اصلاح بفرمایید. من خودم چند روز پیش دیدم این رابطه کتاب به معنی اشتباهی که این A2 رو نداشته، A خالی گذاشته. اونو لطفاً ذهنتون باشه که اصلاح بکنید. خلاصه داستان، پس جریان مایع به سطح مقطع دو طرف بستگی داره و فشار دو طرف و چگالی. اگر از این رابطه استفاده بکنیم میتونیم جریان سنجی بکنیم، ولی هنوز ما جواب سوالمون رو پیدا نکردیم. ما چجوری این کارو بکنیم؟ حالا رابطه رو داریم. اسلاید بعدی کمک میکنه. بازم همون داستان یه ذره فنی‌تر. اولا این صفحه رو در نظر بگیرید، یک صفحه‌ایه که بهش صفحه اورفیس میگن. من دقیقاً این کلمه نمیدونم از کجا اومده، ولی میدونم که یه گذشته‌ای داره که صفحه. ببین چجوری این لوله است، یه صفحه‌ای رو داخلش گذاشتن که باعث شده اون محدودیتی که ما می‌خوایم رو به وجود بیاره. یه سطح مقطع کوچیک‌تری داره، این رفته این وسط. خلاصه همون داستان دوباره اتفاق میفته، تغییر فشاری به وجود میاد قبل و بعد از این صفحه. ایده‌ای که وجود داره و تا حدی به ایده شما نزدیکه اینه که حالا دو تا جداره درست کرده. حالا اینجا ممکنه داخل این جداره ها اون استرنگیجش رو گذاشته، احتمالا اون بالاش. قبلا در مورد فشار سنجی دیدیم دیگه، از LVDT میتونیم استفاده کنیم، از استرنگیج میتونیم استفاده کنیم. 2-3 تا اسلاید قبل‌تر یکی از اون سنسورها رو میتونم از ایدهش استفاده کنم، این دو طرف فشار سنجی انجام بدم. تغییر سطح مقطع رو میدونم، فشار رو میدونم، چگالی مایع‌ام رو میدونم، داخل اون رابطه قرار میدم و این میزان Q رو حساب میکنم. یک ایده برای سنجش جریان مایع. به ایده شما میرسم، به دوست دیگه اون که یه ایده داشتن به اون ایده هم میرسیم. کار دیگری هم میشه انجام داد. بذار ببینم چی میتونم اینجا از شما بپرسم. شما که ابهامی ندارید انشالله، کلیتش واضح بود براتون. من خودم یه اشکالی اینجا به ذهنم میرسه. اشکالی هم که به ذهنم میرسه بذارید از شما بپرسم. برگردم اینجا. به نظرتون این چگالیه اینجا یه ذره کار رو خراب نمیکنه؟ به این معنی که من باید بدونم داخل لوله چه مایعی جریان داره. اگر ندونم، مثلا فرض کنید یه مسیریه که هر دفعه یه مایع متفاوتی عبور بکنه. اگر ندونم وقت چگالی رو ندارم دیگه از این فرمول نمیشه استفاده کرد. به نظرتون اعتراض من وارده این اشکال؟ حدی وارده، بحثش هم شده تو مقالات و اینا معمولا در مورد صحبت میشه که بله اینجا میتونه خطا درست کنه. بعضی از مقالات میزان خطا رو اندازه‌گیری کردن، بعضیا گفتن میتونیم رو استیمیت کنیم مثلا. بعضی هم گفتن که خب دیگه شما باید بدونید تو لوله چیه دیگه، برو بپرس مثلا ببین چی جریان داره، از چگالیش سوال دارید؟ اگر مثل اون که بالا داشته یه تلفن بذارید از فشاری که این دو تا تشخیص میدن، این با روجیهاش رو به دست بیاره. این روجی یعنی دارید یه جورایی وزن رو انگار اندازه میگیرید. شما دارید انرژی پتانسیل رو هم به این رابطه استفاده میکنید. حرفتون هوشمندانه است چون اون تو این رابطه واقعا وجود داره، ولی در این مورد که واقعا اون روجه‌هاش واقعی باشه من خودم یکم نمیدونم، شاید، ولی هستش. از این ایده ها زیاده که یک کار دیگری انجام بدیم یا یه سنسور دیگری بزنیم یا شاید یه سنسور شیمیایی بزنیم ماده رو بتونیم ارزیابی کنیم چگالیش رو استفاده کنیم. بعضی جاها اومدن مثلا یک طیفی از مایعات رو در نظر گرفتن، چگالیاشون رو گذاشتن توی این رابطه، گفتن ببین این مثلا برای شما حداکثر چه می‌دونم 5% خطا ایجاد میکنه اگه مطمئن نیستید. اما یه چگالی استاندارد آب رو در نظر بگیرید، یه بقیه‌اش هم بگیم خطای اندازه‌گیری.
خیال خودشون رو راحت کردن. سوال داشتیم؟ بله، مشکل فرمایش ایشون اینه که اون فشار مایع روی اون اثر میذاره و خیلی نمیتونیم مطمئن باشیم. آره یکم، ولی ایدهشون از این نظر جالبه که بالاخره ایشون داره یه لایه استیمیشن اضافه میکنه صرفا. میگه حالا این بالاخره به شما کمک میکنه با یه مدل سازی بتونید یه تخمین بهتری داشته باشید. راه حل دیگه ای که ببینید طرز کارش اینه که این لوله رو در نظر بگیرید. این لوله است، این دو بعدی کشیده اینو. این لوله است، وسطش این صفحه رو اضافه کردن که این صفحه ببینید اینجا جلوی جریان مایع میره، مایع فقط بعد از این مسیر وسط عبور کنه. ایدهش هم صرفا اینه که با گذاشتن این محدودیت فشار قبل و بعد این صفحه تغییر میکنه. این یه ایده است. بله، با تغییر فشار 2 تا سنسور فشار اینجا استفاده میکنیم، اونا به ما عدد P2 و P1 رو میدن و من باید دوباره برگردم برم تو این رابطه بگم بسیار خوب P2 رو دارم، P1 رو دارم، چگالی مایع رو دارم. سطح مقطع یکیش میشه این سطح مقطع بزرگه، A2ش میشه این داخلیه. با دونستن اینا محاسبه، احتیاج محاسبه داره منظور. یه راه حلی که اینم شاید براتون جالب باشه، یه همچین چیزی. البته اون مشکل اصلی ما رو جایی نمیبره. یعنی اگر مایع خورنده باشه، اگر مثلا جریان انقدر کم باشه که خود سنسوری که تو مسیر هست باعث اشکال بشه، اینا همه اون انتقادات بجاست. ولی به هر حال از یه توربین استفاده شده و وقتی مایع عبور میکنه باعث چرخش توربین میشه، منتها اندازه‌گیریمون خارج داره استفاده میشه. یعنی فقط شما کافیه کاری بکنید که توربینتون خورندگی نداشته باشه، ولی عملا سنسورتون اون داخل نیست، سنسور بیرونه و چیزی شبیه همون تاکومتری که داشتیم. با هر بار عبور اون پره از جلوی سیم پیچ، این برای شما یک پالسی تولید میکنه. بله مشکل حل میشه با یه لایه نشانی درست. بله کاملا. و خب واقعیتش کاربردهای صنعتی خیلی زیادی هست که همین مسئله رو باش مواجهیم. شما اگه یه همزن هم بخواید درست بکنید، بالاخره اون تیغش با اون مایع در تعامل زده، یه کاریش نمیشه کرد. ولی خب یک راهی باز میشه برای کسایی که فعالیت متریال ساینسی میکنن که بتونن با لایه درست فهمشتون کاملا درست. مثل انکودر مواظبشون اشتباه نشه، مثل تاکومتر است. منتها تاکومتر ببینید داخل لوله چی نیست، یعنی این توربین مثل یه فرفره میمونه، مثل یه صفحه‌ای که صفحه خیلی نازک جریان مایع عبور میکنه، این میچرخه. حالا احتمالاً باید فلزی باشه. بله فهمشتون درست. حالا این پایین ما یک میدان مغناطیسی داریم که هر بار چرخیدن اون، یا بگم عبور این تیغه، میدان رو به هم میریزه و به هم ریختنش باعث میشه ولتاژ متفاوتی تو این سیم پیچ القا بشه. یه چیزی شبیه سینوسی، واقعا سینوسی هم نیست حالا، ولی یه چیز اینجوری. این پیکا کی به وجود اومدن؟ مثلا هر بار که اون پروانه از جلوی این تیغه از جلوی این رد شده و حالا میتونم یه مدار اشمیت تریگر مثلا استفاده کنم، اینا رو تبدیل بکنم به پالس و بعد پالس ها رو بشمارم. شاید منظورتون این بود. منطق شمارشش میشه مثل انکودر. مثلا لبه بالا رونده پالس رو میشمارم. اگر گاز باشه خب بله، اگر گاز باشه برمیگردیم به همون سنسورهای فشار سنجایتونه، یکی از اون میشه استفاده کرد، چون جریان گاز رو اون وقت یه ذره شک دارم به این حرفم که چقدر دقیقه، ولی معمولا برمیگردم به همین ایده، به این ایده برمیگردم و بعد میگن وقت اون میزان جریان عبوری متناسب با میزان فشاری که به این سنسور
وارد میکنه. در مورد گاز میشه ولی در مورد مایع نمیشه این استفاده. ولی بازم یه کمی شک دارم نسبت به این حرف خودم، چون بازم به تو فضای مکانیک سیالات گاز و مایع با هم دیگه خیلی فرق زیادی ندارن. بله شاید اونجام دوباره از همین بشه استفاده، نمیدونم. بله بله قاعدتا باید بشه. بله چون اصلا اصولا جریان هوا باعث چرخش چیز میشه. بله کاملا موافقم باهاتون. حتی شاید کارمون راحت تر بشه راستش. یعنی مایع مثل میگم خدمتتون، حالا اگر اومدیم از شانس مایعی که داره عبور میکنه چسب باشه، چسب مذاب باشه، یعنی خودش اصلا میچسبه به تیغه شما و اصلا دیگه باعث عمل چرخش رو متوقف میکنه. بله اما همیشه با مایع احتمالاً گرفتاری خواهیم داشت. فکر کنم از وقتم خارج شد. ساعت چند؟ 3 دقیقه. من فکر کنم همینجا وایسم دیگه، جلو نرم. تا اینجا جلسه بعد از همینجا شروع میکنیم، ولی صرفا برای اینکه به یه موضوعی فکر بکنید از شما اول جلسه بعد میپرسم چرا اون مکانیزم ساده شناوری که تو اسلاید شماره 7 به شما نشون دادم چرا اون خیلی خوب نیست برای سنجش سطح مایع و من مجبورم از این مکانیزم استفاده کنم. اینو به عنوان یه سوال بهش فکر بکنید تا روز دوشنبه. خیلی متشکرم از همگی.